سلام. نامی من بختیار. من 16 سالم. خوارچه خیلی شوخ دارم. نام شهنازه. مادرم معلمه. پدرم. وجدانم عذابم می‌دهد. در تقدیر نصیبش بوده است. مرا ببخش. یا اینکه مبلغ قرض رو پرداخت میکنید یا اینکه ما خانه رو به فروش میگذاریم. این تعطیل نیت داریم که به انطالیا رویم. از ما همون خیلی یک رنگ. من باز یه بار دیگر میگم که من به کسی چیز نقل نکردم. آخر تو خیلی زنی جوان و زیبا هستی. قمزه بخوبی! آسا؟ از خانه شما زمان گفتن که پیستری شما